به منظور علمی ساختن تصمیم شماره 100-305 رئیس جمهوری که برای افزایش ظرفیت گردشگری در سراسر جمهوری ما اتخاذ شده است. دانشجویان و استادان دانشگاه دولتی بوهنتون شهرشناسی تاشکند سمینارها را در مکتب‌های ناحیه بایزون ادامه می‌دهند. مکان فعلی ما مکتب شماره 13 ناحیه بایزون. هدف چنین سمینارها این است که برای شاگردان معلومات برای گردشگری ارائه شود، ظرفیت گردشگری ناحیه بایسون بیشتر توسعه یابد و همچنان علاقه آنها اسناد به تحصیلات عالی و وفق رشته گردشگری و دیگر رشته‌ها افزایش یابد. السلام علیکم، من بارک حسین و شاگرد صنف 11 مکتب متوسط شماره 13 ناحیه بایزون ولایت سرخندریا هستم. امروز به اینجا گروهی از دانشجویان و استادان بوهنتون شهرشناسی آمدند. آنها برای ما معلومات درباره سیاحت و دانشگاه شهرشناسی ارائه کردند. وقتی درباره گردشگری صحبت کردند، راست را بگویم افتخار کردم که در این منطقه به دنیا آمدم، چون در بایسون اثر تاریخی و جایهای بسیار دیدن وجود دارد، مثلا هماخان و همچنان مکانهای مثل جان شهرتلش که در دمنه کوههای قرار دارند. بعضی از دانشجویانی که به مکتب ما آمده بودند در رشته ژورنالیسم تحصیل می کردند و داهای همینها توجه مرا را جلب. من معلم مضمون زبان و ادبیات مکتب متوسط شماره 13 ناحیه بایزون هستم. امروز مهمانانی از دانشگاه مطالعات شرقی به مکتب ما آمدند. تبلیغات خواهش توضیح دادند که رشد بخش گردشگری در ازبکستان، خصوصا وضعیت گردشگری بایزون یکی از پیشرفته ترین مرکزهای گردشگری به شمار می رود و اینکه در این منطقه مرکزهای مختلف گردشگری وجود دارد. شاگردان ما قبل از این برخی معلومات داشتند، اما امروز معلوماتشان بیشتر شد. این بر شاگردان تاثیر بسیار گذاشت. همچنان از طرف دانشگاه برای شاگردان راهنمایی تشکیل شده که شاگردان می توانند از طریق زوم در این اشتراک کنند و در رشته راهنمای فعالیت و آموزش ببینند. شاگردان ما از دانشجویان مخماخ بسیار راهیه گرفتند، زیرا آنها از تجربه خود چگونگی رسیدنشان به این دانشگاه فعالیت آنجا اینکه تنها درس نمی‌خواهند بلکه کار می‌کنند و مایند درآمد به دست میارند. اما آنها برای شاگردان ما جلب زیاد داشت. با این سمینار ما در مکتب شماره 13 به پایان رسید. اکنون همراه شما به سوی منزل بعدی روانه می‌شویم.